خیلی متشکرم. با عرض سلام خدمت یکایک خانم‌ها و آقایان عزیز، خیلی خوش آمدید. باعث سرافرازی و خوشحالی برای من که برای اولین بار به عنوان یک خواننده زن به تاجیکستان آمدم و برای شما عزیزانی که همیشه قلبم براتون میزده و دلم میخواسته که از نزدیک ببینمتون، مرسی. همزبانای خوب تاجیکی من که واقعا همیشه لطف دارین به من. وقتی که وارد این سرزمین شدم دیدم که از بچه‌های 4 ساله محبت دارن به من تا خانم‌ها آقایون 70-80 ساله. واقعا یک شانس بزرگیه که من دارم. خیلی متشکرم از همتون که لطف کردین، باعث شدین که منو دعوت کنن امشب در خدمتتون باشم. در ضمن میخواستم تشکری داشته باشم از رئیس جمهور بسیار هنردوست. یه دست بلند به افتخار رئیس جمهور خودتون بزنید، آقای امام علی رحمانوف، که من فکر میکنم وجود رئیس جمهور شما در تاجیکستان باعث شده که پیشرفت‌های بسیاری در این مملکت ایجاد بشه و واقعا روز به روز امیدوارم که رو به تعالی برید و موفق باشید.